2. The Lord is my strength and song. La 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 la. خروج 15:2 خداوند قوت و سرود ماست. آمین. خروج 15:2 خدا قوت و سرود ماست. آمین. The Lord is my strength and my song. خروج 15:2 خدا قدرت و سرود ماست. خدا قوت و سرود ماست. لا 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 لا. Exodus 15:2 The Lord is my strength and my song. آمین. خدا قوت و سرود ماست. خروج 15:2 خدا قوت و سرود ماست. آمین. خدا قوت و سرود ماست. لا 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 لا. خروج 15:2 خدا قوت و سرود ماست. آمین. خدا قوت و سرود ماست. لا 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 لا. خروج 15:2 خدا قوت و سرود ماست. لا 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 لا. آمین. خداوند شکرت که تو قوت و سرود ما هستی. خداوند شکرت که تو به قولت عمل میکنی. خداوند شکرت که تو ما رو بزرگ کردی. خداوند شکرت که ما فرزنده تو هستیم. خداوند شکرت که تو کلامتو به ما دادی. خداوند شکرت بر این که ما تمام کلامایی که تو ذهنت هست و میتونیم برای بخونیم تا یاد بگیریم. خداوند به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. سلام بچه ها، خوبین؟ بچه ها امروز میخوام راجع به چند شخص مهم در کتاب مقدس ازتون سوال کنم. آماده این؟ خب به من بگین این کیه؟ من یک کشتی ساختم که مردمم رو نجات بدم. حد زدین؟ آفرین بچه ها. نوح یک کشتی ساخت که مردمش رو نجات بده. خب بریم بعدی. من ملکه زیبایی بودم و با یه پادشاه ازدواج کردم که مردمم رو نجات بدم. آماده؟ بله بچه ها، آفرین. ملکه معروف استر. بچه ها امروز میخوایم راجع به یه خانم خیلی مهمی صحبت کنیم. یه خانومی که دوست خیلی خوبی بود. شما دوست خوب دارین؟ دوستای عزیز من زریبری، خاله مهسا و خاله الناز هستن. بریم ببینیم این دوستای من دارن چی کار میکنن. سلام خاله پگاه. سلام بچه ها. زریبری میدونی خاله پگاه راجع به کی صحبت میکرد؟ بله به نظر من خاله پگاه گرامی در مورد ملکه استر صحبت میکرد. درسته؟ نه استر نبود. من دیگه کسی رو تو کتاب مقدس نمیشناسم. بچه‌ها این خانم اونقدر مهمه که در کتاب مقدس یه بخش به اسم خودش داره. واقعا؟ پس زودتر بریم داستانشو ببینیم. من خاله مهسا دوست دارم تو کتاب مقدس یه بخشی باشه به اسم زریبری. آماده اید بریم سفر کلام؟ 1 2 3 پاشو بریم دست هم رو بگیریم. 1 2 3 آماده ایم بریم با هم به سفر. خدا حقیقت هست دوستم میداره. کلام او زنده است به من راه و یاد میده. بیا بریم سفر آیات یاد بگیریم. دعا کنیم نزد خدا دست
تنها نبود. کلام خدا بیکار نبود. بچه‌ها، اسرائیل دچار قحطی شده بود. الیملک، نعومی و پسرهاشون برای پیدا کردن غذا به موآب رفتن. در اونجا الیملک میمیره. پسرای اونا با زنای موآبی به نام عرفه و روت ازدواج میکنن. متاسفانه پسرای اونا هم میمیرن. بچه‌ها، حالا این 3 زن داستان شوهراشون مردن و تنها شدن. وقتی قحطی در اسرائیل تموم شد، نعومی تصمیم گرفت تا به خونش برگرده. اون به عروساش گفت در موآب بمونید. اینجا خونه شماست. عرفه موند، ولی روت گفت هر جا تو بری منم میام و قوم تو قوم من و خدای تو خدای من خواهد بود. پس روت با مادر شوهرش نعومی با هم به اسرائیل برگشتن. زمان برداشت محصول در اسرائیل بود. نعومی به روت گفت تا خوشه هایی که از در و جا میمونند رو جمع کنه. این زمین مال بوعز از فامیلای شوهر نعومی بود. بوعز به روت نزدیک شد. بوعز گفت تو با نعومی خیلی مهربون بودی. ترک کردن خونه حتما سخت بوده. خداوند تو رو برکت بده. اون به روت غذا داد و به کارگرای خودش دستور داد تا مراقب اون باشن. روت به نعومی گفت که ماجرا چی بوده. نعومی لبخندی زد و گفت وقتی کسی میمیره نزدیکترین فامیلای اون از خانواده‌اش مراقبت میکنن. اون شخص نجات دهنده اون خواهد بود. بوعز نجات دهنده ماست. نزدیک اون بمون. پس رابطه روت و بوعز خوب و نزدیک موند. بوعز هر روز بیشتر از اون خوشش می اومد. بوعز زمین ابیملک رو خرید و از نعومی و روت مراقبت کرد. بعد از اون از روت خواست تا با اون ازدواج کنه. روت صاحب پسری شد به نام اوبید. پسر اوبید یسا و پسر یسا داوود بود و داوود بزرگترین پادشاه اسرائیل شد. در نتیجه خداوند همونطوری که بوعز دعا کرده بود عمل کرد. خاله مهسا چقدر رود تو کاره کوچولو همین بود. من خیلی زود خسته می شدم، ولی اون مادر شوهرش رو تنها نذاشت. بله زری بری، بله بچه ها، وقتی زندگی خیلی سخت میشه خدا از اون سختی ها استفاده میکنه که ما رو قوی تر کنه. خیلی جالبه. پس حالا که این داستان رو یاد گرفتیم خاله مهسا میتونیم بریم یه سرود با هم بخونیم؟ میتونیم؟ بله زری بری، بله بچه ها، پاشید با هم بریم این سرود رو بخونیم. بریم. من فکر کنم همدش کنیم در زور، همدش کنیم در شامگاه. دوست دارم سرود
آفرین زری بری. در کارهای کوچیک امین بمونیم چون هیچ کاری از دید خدا کوچیک نیست. خدا ما رو میبینه و ما رو برکت میده. پاشین آیه این هفته رو با هم بگیم. لوقا 9:57. هر جا که بری من هم میام. Luke 9:57. I will follow you wherever you go. کیمیا جان سلام. میشه این آیه رو بر ما بگی؟ بله خاله، سلام بچه ها. لوقا 9:57. هر جا که بری منم میام. بچه ها بیاین با هم دعا کنیم. خدای بزرگ، مرسی که همیشه با ما هستی و ما رو به جاهای خوب میبری. ما میخوایم که همیشه با تو باشیم و به صدای تو گوش کنیم. لطفاً به ما کمک کن. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. آمین آمین آمین. بچه ها دنبال خدا باشید. مطمئن باشین که اون ما رو به جاهای عالی میبره، چون پدریه که بیشتر از هر کس ما رو دوست داره. تا دفعه بعد خداحافظ بچه ها. فرشته های زیبای من، یادتون نره آیه حفظیتون رو بفرستین.